با سپهبد بازنشسته پرویز خسروانی در یک روز شنبه بارانی در منزلشان در مرکز لندن دیدار کردم. در حضور تیمسار پرویز خسروانی هستیم. تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی، فرمانده پیشین ژاندارمری، آجودان پیشین شاه ایران و مناصب دیگری که داشتیم که یکی از مهمترین اونها برای بسیاری از ورزش دوستان ریاست سازمان ورزشی و فرهنگی تاج بود. برای سالها این پست رو داشتیم تیمسار در ایران. مختصری راجع به گذشته خودتون بگین، کجا به دنیا آمدین و چگونه به این مدارج رسیدین؟ والا من در گذشته تحت آقایی خانواده ارباب محمد هاشم خسروانی پدرم بودم. مادرم دلش میخواست که من ورزشکار بشم و من گفت چه برو باشگاه درست کن. من گفتم من جایی رو ندم، یه ارباب مهربان هست که زمین خوبی داره، اینو میتونم ازش اجاره کنم. گفت برو بخر ازش. آیا شما باشگاه رو وقف کرده بودید؟ بله، اصلا ساختن که وقف کنم برای همیشه بمونه، که بعد از خودم مردم بمونه. سازمان ورزشی و فرهنگی تاج تا زمانی که پرویز خسروانی در قید حیات است با سمت رئیس هیئت مدیره این سازمان در خدمت ورزش خواهد بود. توصیه‌ام به جوانان اینه که از ورزش غافل نشید، صداقت و پاکی رو نصیب خودتون کنید، در وجود بکنید که من صادقم، پاکم، درستم، ناپاکی نکنید. شاهد حضور وی در تهران برای به عمل آوردن قدردانی شایسته از او باشند. بگید باشگاه تاج از بین نبرید، اگه کمک نمی‌کنید نکنید، ولی تاج از من نگید. بزرگترین آرزوتون چیه؟ که یه روز مملکتم انقدر خوب بشه که احتیاج به این که من این ناراحتی داشته باشم نباشه، مملکت داشته باشم، یه مملکتی باشه به نام ایران مال خودم باشه. ممنونیم از شما تیمسار سپهبد پرویز خسروانی. تشکر می‌کنم.